بچه ها، خوبین؟ خوشین؟ سر حالین؟ ایشالله که همیشه حالتون عالی باشه. به یه خونه آشپزخونه خیلی خوشی اومدین. امروز قراره که یه سالاد خیلی مقوی و خوشمزه با هم درست کنیم که بله دایی. سلام. خوبی؟ چطوری دایی جان؟ خوش اومدین. خوبی شما؟ دایی بچه ها اومدن. من خوبم ممنون. واقعا؟ بچه ها اومدن. دوستای خوب من سلام علیکم. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امروز با یه خونه آشپزخونه دیگه همراه خانم نعنا و دایی رحمت میخوایم یه غذای خوشمزه درست کنیم. بله. دایی وسایل آماده کردین؟ بله دایی جان، وسایل که قشنگ مرتب چیدم همه رو. فقط یه چیزی دیگه نه ولش کنین. چی شده دایی؟ نه چیزی شده؟ بله. چی شده؟ نه یعنی چیز خاصی نیست دایی جان. میخواستم یه اجازه بگیرم ازت. بفرمایید. در اینجا آشپزخونه شماست. شما باید شماست اختیار دارین دایی. سلامت باشین سلامت باشین. میخواستم از شما اجازه بگیرم ببینم میشه امروز من یکی از دوستانم بیاد اینجا مهمون ما بشه یا نه؟ بله چرا که نه، من عاشق مهمونم. مهمون حبیب خداست دایی. چرا که نه؟ بعد اینجا برای خودتونه. سلامت باشین. سلامت باشین. بچه ها رو آوردن پدر مادرها. بفرمایید دوستای من. بفرمایید. سلام. خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. سلام، من شاهین محمدی هستم. آقا شایان پسر خیلی خوب و کتابخونیه، به آشپزی خیلی علاقه داره، سفره پهن کردن، جمع کردن و جارو زدن خانه به من کمک میکنه. سلام، من مطهر محمدی هستم. مطهر خانم خیلی دختر خوبیه، همیشه توی تمیز کردن خونه کمک میکنه، بعد از غذا هم حتما خدا رو شکر میکنه. آندیا محمدی پور هستم. آندیا خانم به کتاب خوندن، آشپزی خیلی علاقه داره، در سفره پهن کردن و جمع کردن به من کمک میکنه. کمیل علیزاده. آقا کمیل پسر باهوش و مهربونیه، عاشق فوتبال و دوست داره وقتی بزرگ شد فوتبالیست بشه. به آشپزی و کیک پختن علاقه داره. دایی دیدین چه بچهای خوبی بودن؟ بله دایی جان. بله. خیلی دخترها و پسرای خیلی خوبی داریم امروز. چقدر مادر پدرها ازشون راضیه. بله خیلی. دایی مهمونتون کو اومده؟ بله مهمونم اومده. کجاست؟ یه خونه خجالتی واقعیتش. واقعا اشکال نداره، با بچه ها آشنا میشیم، خجالت نداره. صدا چیه؟ صدا مهمونمه. صدا مهمونتون بود؟ بله. واقعا؟ بله. نمیخواین مهمونتون رو به ما نشون بدین؟ چرا؟ نشون بدیم ببینیم ما هم دیگه. بله. مهمونتون. اینه مهمونتون؟ بله. بابایی دوست خوب منه که مهمون عزیزم. چقدر کوچولوه دایی. خیلی کوچولوه. خانم نعنا دایی چه مهمونه با مزه‌ای داریم ما. بله خیلی خوبه. بشونینش اینجا. معرفی کردم شما رو، گفتم خانم نعنا هستن، بچه هستن. خیلی ممنون. ایشونم داره میگه که خوشبختم. ما هم خوشبختیم. خیلی خوشحالیم. بشونین اینجا. شما اینجا بش اجازه من چون کمرش درد میکنه. آخه اذیت که نمیکنه که. نه بی آزار. خیلی هم بی آزار. از من آزارش کمتره. بله. تو شما اینجا نشستی. خب میخوایم غذا رو به بچه‌ها معرفی کنیم. خب خیلی هم خوبه. بچه‌ها موافقین؟ میخوایم ببینیم که غذای امروزمون چیه، یا بهتره بگم سالاد غذایی امروزمون چیه. با هم ببینیم. سالاد غذایی امروز حدس نمیتونیم بزنیم؟ سالاده. نمیتونن حدس بزنن دیگه، اشکال نداره. میخوایم با 3 شماره بریم ببینیم که اینجا چیه. با هم بشماریم. 1 2 3. بفرمایید. سالاد میوه؟ نه، سالاد کدو سبز. وای دایی شما دیدی؟ خیلی خوشگله، خیلی خوشمزه و مقویه. حالا قراره امروز با هم اینو درست کنیم. چقدر ایشون خوشش اومد. آخ آره مثل ایشون خیلی دوست داره. بله سبزیجات میخوره. آفرین. بله تایید کردن. درست گفتن دیگه. بله خب حالا میخوایم بریم این سالاد خوشمزه‌مون رو درست کنیم. بله. ولی قبلش
ما دستامون رو بشوریم. آفرین. قبلش دستامون رو میخوایم بشوریم، پیشبندامون رو ببندیم، بعد بیم سالادمون رو درست کنیم. پس سریع پیش به سوی روشویی ها بفرمایید. بریم سراغ درست کردن سالاد کدوسبز. ولی قبلش میخوایم دایی بله با بچه ها بازی چیستون رو انجام بدیم. به بازی حد زدن. دوست دارین؟ بله. خب پس من اولی رو برمیدارم دیگه بدون مقدمه. 1 2 3. خیاره. ولی خیار که نیست. پس برای چی خیار گذاشتی؟ رنگش مثل خیار سبزه. آها رنگش بله. سبزه. چه خوشگله. حتی خیاره رو گفتم. آبی رو برداریم. چقدر خوبی تو. بیا بزنیم قدش. 1 2 3. بادمجونه. بادمجون سبز. دوست هم دیگن. خیلی با هم رفیقندایی. کلاه بادمجون سبز راست میگه. بله. دوست بادمجونه. دوست بادمجونه. بچه دوست بادمجون رنگش هم سبزی. چی میتونه باشه؟ شبیه بادمجون هم هست یه ذره. یه خودم شبیه بادمجونه. به نظرتون چی میتونه باشه؟ چی حدس میزنی مطهره؟ من حدس میزنم سبزی؟ نه سبزی پس رنگش سبزه. ولی خب کمیل تو چی حدس میزنی؟ به نظرت چی میتونه باشه؟ میخوای درش رو بردارم ببینی؟ بله. بردارم. آره؟ بله. 3 2 1. چیه بچه ها؟ این چیه؟ آفرین. کدوسبز. بله. میخوایم امروز سالاد کدوسبز رو درست کنیم که الان اینجا نداریم. فعلا نذاشتیم. بله. چون اسمش سالاد کدو سبزی گفتم. آفرین. باریکلا چقدر باهوشن. خب پس الان کدو نیاز داریم. بله. کدوها کجاست؟ توی یخچال. من بیارم؟ بله. پس من میرم کدوها رو کمک خانم نعنا میارم براتون میذارم روی میز. ممنونم. خواهش میکنم. خب بریم شروع کنیم درست کردن سالادمون رو. اول از همه از این شروع میکنیم. این چی بود بچه ها؟ کدوسبز. بله. کدوها رو بریزیم توی کاسه. با کلش رو بریزیم توی کاسه. بله. جناب ببعی هم اون بالا نشستن دارن ما رو نگاه میکنن. بله. شما راحت بفهم راحت. خب بچه ها میدونین این چیه؟ این آفرین. یه چیزی بگم. بفرمایید. میخوام با بچه‌ها قارچ رو درست کنیم. بله. شکل قارچو. بچه‌ها دستا رو برید بالا. قارچ مثل چی میمونه؟ اگه گفتیم مثل دایره. یه چیز دیگه توی وقتی بارون میاد با چی میریم بیرون؟ آفرین. قارچ مثل چتر میمونه. قارچ بشی. آندیا قارچ بشو. واه چه قشنگن. چه قارچای خوشگلی. آفرین. قارچای خوشمزه. بله. خب وقت اضافه کردن قارچه. همه قارچاتون رو بریزین. همه قارچا رو بریزین. بله. حالا من میخوام اینجا به مامانا یه نکته بگم با اجازتون. بفرمایید. مامانای عزیز حتما بهتره که قارچ و کدوسبز رو توی تابه با روغن خیلی کم یا داخل فرن بپزینش یه ذره، یعنی کاملا پخته بشه. بله. دیگه چون این سالادمون باید همه موادش از قبل پخته بشه. اینو بله. هم با روغن خیلی کم درست کنین، خیلی سالم تره. آره همین. من از طرف مادرم میگم چشم. خیلی ممنونم. حالا نوبت اضافه کردن
این چیه؟ آخ بو کنیم؟ بو کنیم؟ ببینیم این چیه؟ شایان آفرین متحرک. چقدر زرنگن، چه سریع جواب میدن. خب شایان سی رو میخوایم استفاده کنیم. بچه ها منو ببینین، قراره که سی رو خب اینجوری دونه دونه برداریم، با قیچیامون کوچولو کوچولوش کنیم. منم چون قیچی ندارم با چاقوی نبر بله ریزش میکنم. ببینین اینجوری کوچولو کوچولوش میکنیم با قیچی. آفرین. کمک میخواین شما؟ خب باریکلا چه قشنگ متحرک خورد داره میکنه. آن دیا خب کمک چقدر باید می‌خوای؟ خورد کنیم خانم نعنا؟ یه ذره دایی، 2 تا دونه از این کوچولوها بسته. پس من یه دونه دیگه آره خوشمزه میشه. این کوچولوها برمی‌دارم. بوی خوبی بهش میده. حالا اگه سیرم بله. نداشتن، سیر تازه نداشتن، میتونن از پودر سیرم استفاده کنن. حالا که کدو سبز و قارچ یه ذره سرخ شدمون با روغن کم و ریختیم توی کاسه و سیر رو خورد کردیم، بله. نوبتی هم باشه نوبت اضافه کردن آفرین. سیب زمینیه. بله. بچه‌ها سیب زمینی ها رو برداریم و پوست بگیریم. بله با دست. ببین این چاقو میذارم اینجا، بعد پوستاشو بریزیم توی این کاسه ها، پوستاشو بریزیم توی کاسه خالی ها. آره دیدی چقدر نرمه. آفرین. این سیب زمینی آبپزمونو بله وقتی که اجازه بدیم کاملا خنک بشه، پوستش خیلی راحت کنده میشه. بله بچه‌ها می‌بینین چقدر راحت داره کنده میشه؟ آفرین. خب سیب زمینی ها پوست گرفته شد؟ بله آفرین. حالا وقت خورد کردن سیب زمینی ها با چاقوی نبره. بفرمایید خورد کنید دایی شما خورد کنید. اول شما خورد کنید، من چشم. خورد میکنم، اشکالی نداره. من الان اون یه تیکه پوستشم بکن و خوردش بکن. خیلی ممنونم. یه ذره خوردترش کنیم متحره. آندیا دایی به پسرها بگین که قشنگ خورد کنن. بله خورد ریز ریز. پسرها قشنگ خورد کنید، خورد ریز ریز. خورد و ریز ریز. چه قشنگ دارن خورد میکنن. گفتم بله هم دقیقا همونجوری گفتین و گفتم. خیلی ممنونم ازتون. خواهش میکنم. بچه ها حواسمون باشه که توی خونه نباید دست به چاقو بزنیم. این چاقویی که ما اینجا داریم چاقوی مخصوصه که دست ما رو نمیبره. چاقوی مخصوصی که دستتون رو نبره. مامانا میدونن که چیه. حالا وقت چیه؟ وقت اینه که اگه سیب زمینی ها رو خورد کردن بچه ها بله بریزیم توی کاسه. اشکالی نداره انجام بدین. ما میریزیم تو کاسه تا شما بریزی خورد کنی. بریزیم تو کاسه. آره به به به. آفرین. چقدر قشنگ کار میکنن، چه تمیز و مرتبن. سرآشپزی هم برای خودشون. بله. قشنگ آماده. همه آماده ایم. همه آماده. بریم سراغ مرحله بعد که خورد کردن هویجه. تا قبل از اینکه خورد کنیم بفرمایید. من یه سوال بپرسم از بفرمایید. بچه‌ها هویج غذای محبوب کدوم یکی از حیواناست؟ خرگوش. آفرین. حالا هویجو اینجا قشنگ بلد، اصلا نیازی به توضیح من نداره دیگه، خودشون دارن کار میکنن. آفرین. چون از ماماناشون دیدن، یعنی اینکه خیلی دقت و توجهشون بالاست توی خونه. به به. بیا کاست رو بذارم اینجا که بریم سراغ مرحله بعدی. یه ذره همش میزنیم با هم دیگه. بله قاطی بشن. خب اگه هم زدین بگم باید چیکار کنیم. بگم آماده این؟ وقت لیمو ریختن؟ وقت؟ نه، قبل از لیمو سبزی. میدونین این سبزی چیه؟ بخوریم ببینیم. میدونین این سبزی چیه؟ جعفری.
آفرین، چقدر میدونن بچه‌ها. بله. یعنی با دستامون میتونیم اینو بکنیم بذاریم توش؟ بله، با دستاتون میتونی خورد خورد کنین. آفرین. اینجوری منو نگاه کنین، اینجوری با دستاتون ریز ریزش بکنین بریزین توی کاسه. باریکلا. خب من جعفری. یه مقدار جعفری از شما بگیرم. بفرمایین، ببخشید حواسم نبود. خواهش میکنم. دایی امروز خیلی دارین قشنگ کار میکنین. بله دایی، من هر روز همینطورم، فقط شما نمیدونید. از همه زودتر دارین کارتون یعنی انجام کم میدین. کم دارین بهتر آشپزی میکنین؟ کم کم دارم بهتر آشپزی میکنم. بله بالاخره یاد میگیره آدم دیگه. بله خیلی خوب شدی. بله خب اینجا دیگه. جای یاد گرفتنه. آفرین، راست میگه دیگه. چی دخترها زود تموم کردن دایی؟ بله، آره. آفرین. پسر تموم کردن سبزی‌ها رو؟ من دارم بیشتر میریزم. اشکال نداره. سبزی‌ها اندازش دلخواهه، یعنی میتونن کم بریزن، میتونن هم زیاد بریزن. دایی میخوایم حالا به سالادمون یه مزه خوشمزه بدیم بچه‌ها. بله. میخوایم آفرین. میخوایم به سالادمون یه مزه ترش خوب بدیم. حالا میتونن لیمو بریزن، بله. میتونن آب لیمو. آب لیمو دیگه. آره آب لیمو بریزن، میتونن سرکه بریزن که خب حالا سرکه برای بچه‌ها خیلی ترشه. اینجا دلخواهه دیگه، بله. هر چی که داشتن. آره بله. حالا اضافه میکنیم لیمو رو. بعد بریم فقط بچه چند لیمو لیمو. چه مزه‌ایه؟ لیمو چه مزه‌ایه؟ آفرین. ترشه. چجوری میشه قیافمون وقتی لیمو میخوریم؟ آفرین. لیمو ها رو هم بریزیم اینجوری یکم خیلی فشارش ترشه، بدیم. خیلی ترشه. وای 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 وای. دایی بفرمایید. متشکرم. خواهش میکنم. آب لیمو ها رو بگیریم. چه سالادی. به چه به. سالادی. حالا وقت اضافه کردن اینه دایی. ببین روغن؟ بچه چه روغنیه. بو کنم بچه ها. بو کنید. من بو کنم. بفرمایید. روغن لیمو؟ نه روغن لیمو؟ توشه. دستاتون بوی لیمو میده. میتونی حدس بزنی متحره؟ چه روغنیه؟ خب من یه راهنمایی بکنم. بفرمایید. یه میوه‌ایه بله که هنگام غذا خوردنم اون میوه سر سفره هست. بله. بعد خوشمزه سبز رنگ هست، بعضیاش هم سیاهه، خیلی هم خوشمزه است. آندیا ببینم، آندیا هم بکنه. آندیا تو میتونی بفهمی چیه؟ ای گفتیم چیه؟ نمیتونی حدس بزنی؟ من نمیگم که بگیم دایی خودمون. بگیم دیگه. بذار بگیم راهنماییشون کنیم زودتر سالادشون آماده بشه. من نمیگم روغن زیتونه که من نگفتم که. زیتونه؟ گفت چی؟ دیگه. آفرین زیتونه. روغن زیتونه. دیگه آفرین. گفتی. دیگه گفتم. خیلی هم سالم و الان مقویه. بریزیم. یه قاشق شما، یه قاشق کمیل. من یه بله ذره- بچه ها یه قاشق بریزید. بفهمی. خیلی ممنونم. من 2 قاشق ریختم. خب بعد بده کمیلم بریزه. بله من اینو هم بزنیم. هم بزنی. یه چیز دیگه ولی هنوز اضافه نکردیم ها. چی اضافه نکردیم؟ فکر میکنید چی اضافه نکردیم که رو میزه؟ ولی رو میزه ولی اینجا هست ولی ما هنوز اضافه نکردیم. من متوجه شدم. بچه‌ها فهمیدین چی اضافه نکردیم هنوز؟ یه رو میزتون رو ادویه نگاه است. کنید. درسته؟ چی نمک. آفرین. چی نزدیم هنوز؟ نمک. نمک. یکم نمک بهش اضافه بفرمایید. می‌کنیم. بفرمایید اینجاست. نمک شما دست منه. بچه‌ها همیشه یادمون باشه که از نمک خیلی کم استفاده کنیم. چون بله. مغزش بد میشه. اصلا برای بدنمون نمک زیادی خوب بله. نیست. بله. آره. خب بچه‌ها حالا کامل سالادمون رو مخلوط می‌کنیم بله. که مزه ها با هم خوب قاطی بشه. مزه لیمو، روغن زیتون، نمک، جعفری همه با هم قاطی بشه که سالادمون خیلی خوشمزه تر بشه. به 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 به. خب حالا که بچه‌ها سالاداشون رو مخلوط کردن و دیگه سالادمون حاضره، بله. نوبتی هم باشه. نوبت اینه که ببینیم. این سالاد چجوری درست شد. بله. موافقین؟ بله. 1 2 3. کدو و قاچ توی فر یکم باید پخت بشه. جعفری و سیرمون ریز ریز روی تختشه. هویج و سیب زمینی پخته و بعد خنک شه. خوشه بهش اضافه یه ریزه هم نمک شه. آب لیمو روش بریز
خب تا من میرم سالادا رو بذارم توی یخچال که خنک بشه، شما و بچه‌ها هم آشپزخونه رو مرتب کنید. بله. ظرفای اضافه رو توی ظرفشویی بذارید. بله. بعدش هم که با بچه‌ها میریم، ما میشینیم اونجا سالادامونو می‌خوریم. بله، شما بچه‌ها میرید غذا رو سالاد و نوش جونتون می‌کنید. بله. منم میرم به کارام میرسم. خیلی ممنونم. من اینا رو بزنم یخچال. بفرمایید بچه‌ها، دوستان من، یکی یکی ظرفا رو بیارین تحویل دایی رحمت بدین. بفرمایید. که الان غذاهای خوشمزه‌مون، یعنی سالاد مقویمون که مثل غذا میمونه رو با هم بخوریم، ولی همیشه قبل از شروع کردن هر غذایی باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. بخوریم ببینیم چی کار کردن بچه ها، چه دستپختای خوشمزه‌ای دارن. خب معلومه که غذاهای خوشمزه‌ای درست کردین. مطهر، نظرت راجع به سالاد خوشمزه چی بود؟ خوشمزه بود. خوشمزه بود. نوش جانت. بیشتر چه مزه‌ای میداد؟ سیب زمینی. سیب زمینی. آفرین. آندیا، نظر تو چی بود؟ تو بگو. نه. شایان بگه. شایان، نظر تو چی بود؟ خیلی خوشمزه بود. مزه پیتزا میداد. نوش جان. پس خیلی خوشمزه بوده. آندیا، نظر تو چی بود؟ پیتزا. مزه پیتزا میداد. میدونین چرا؟ چون که قارچ هم توش داشته، مگه نه؟ شما به من بگو کمیل، نظرت چی بود؟ عالی بود. عالی بود. نوش جونتون باشه. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، همیشه باید یادمون باشه یه وقتایی از غذاهایی که داریم به نیازمندا هم بدیم. بعضیا ممکنه که نتونن مثل ما همیشه غذاهای خوب بخورن، ما یه وقتایی به اونا هم غذا میدیم تا با هم دیگه خوشحال بشیم، مگه نه؟ حالا وقتی که غذامونو خوردیم، همیشه بعد از تموم شدن غذامون باید اول از همه از خدای مهربون، بعدش هم از بزرگترامون تشکر کنیم. الان هم میخوایم با همدیگه دستا رو بیاریم بالا، بگیم چی؟ خدایا شکرت. به هر طرف نگاه کنیم، لطف خدا برامونه، هزار هزار نعمتی که وظیفمون شکرشونه. لطف خدا و نعمتم، مامان بابای خوبمون، به خاطر بودنشون شکرت خدای مهربون، شکرت خدای مهربون. خدایا شکرت. خدایا ازت ممنونیم به خاطر این همه نعمتهای خوشمزه. تا شما سالاداتون رو میخورین، منم با بچه‌های توی خونه خداحافظی کنم. بچه‌ها خیلی ممنونم که امروز هم ما رو تماشا کردین. خداحافظ. اینم از